سلام آقا. خوش اومدید به یه ویدیو جدید. همین تمام شد. توضیح ویدیو آقا همین بود. ما یه سری عکس چیدیم رو میز. بذار من براشون دقیق بگم. دقیق باشون. بچه‌های عزیز، ما یه سری از داستان‌های اساطیر ایرانی، همونایی که بچه بودید حالا هر کدومتون رو با یه چیز میترسوندن. نمکی. آره همون نمکی خودمون. یه سری از این قبیل داستانا ما براتون گذاشتیم اینجا که حالا عکساشون هم روی صفحه میاریم میبینید. چیکار می‌کنیم ما؟ از بچه‌های پشت صحنه از ما یه دونه از اینا رو انتخاب می‌کنن. میگن که مثلا من یکی رو بردارم و بعد داستانی که فکر می‌کنم در مورد این آدم، در مورد عکسش که می‌بینم و داستانشو بگم. حالا هر کدوممون نزدیک‌تر بگیم، پوینتمون رو می‌گیریم دیگه. دقیقاً. هر کیم پوینت کمتری بگیره چه بلایی سرش میاد؟ بابا بوی. یه مجازات براش می‌ذاریم. مجازات هم آخر ویدیو شما میگید تو کامنت ها، هر کدوم بیشتر لایک بخوره همون ویدیو بعد انجام میدیم. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، اولش من انتخاب کنم. انتخابی نیست، من قراره بگم. پشت صحنه میگه بعد انتخاب. بله من قراره گرفته بگم. یکیشو. شرمنده. خب کدومتون میخواد شروع کنیم؟ من. تو لطفاً داستان هورا رو بگو. هورا. اوه. اصلا خوشم نمیاد از هورا واقعا. دیگه خوشت میاد یا نمیاد؟ مگه میخوای بگیریش؟ ببین حسی که از این عکس میگیرم حقیقتا یه چیزی راجع به شب و ماه و ابر و آسمونه. به نظر من داستان یه حالت امپراتوریه که ربط داره به آسمون ها و مثلا میگفتن فلانی تو آسمون داره نگاه میکنه، هورا رو مثلا میگفتن. به نظر من که فقط هم شبا بوده، مثلا شبا میگفتن هورا میره تو آسمون ها، نمیدونم فلان. حالا اینم من بگم مطلقاً قرار نیست همه اینا آدم خوار و اینجور چیزا باشن ها. در فاز کلان جی میخوری باری کلان. داستان دیگه تو کلش خورشید هم هست. ایلومیناتی هورا همون فکر کنم یه داستان عجیبی داره. ولی آقا چیزی هم حس می‌کنم همینه، انگار شبه. اما یه چیزی هم حس می‌کنم شب شده نشسته هورا. شب نشست کرده. یعنی هورا اساطیر عرق خوراست بچه‌ها. آره بشینیم. عرق کشمش و کرم کرده. شب من همچین حسی دارم از هورا. حس خوب. نزدیکش هم نبودم نه؟ یه کوچولو نزدیک بودی. یه کوچولو نزدیک. آره. یه کوچولو امتیاز میگیره؟ یه کوچولو باز که آره فکر دیگه. نکن. چرا فکر میگیره؟ چقدر میگیره؟ مهم اینه تونست اون چیزا رو بگیره. بابا بچه کورم بذارین و نگاه کنه میفهمین در مورد شب دیگه. حالا بذار داستانشو بگم. تموم شد تو چیز تحلیلت. خب این تو باور مردم کرمانشاه ایزدی به اسم هورا وجود داره. او ایزد خلقت و زندگیه و با نماد خورشید فروزان یا مارپیچ طلایی نشون داده میشه. دقیقاً همون چیزی که گفتی. حالا دقیق نه ولی خب همون ایزد محسوب میشه. هورا منشأ هستیه و مسئولیت شکل دادن به جهان و به جریان انداختن زندگی رو به عهده داره. آقا این رسما داره خدا رو زیر سوال میبره. من با این هورا مشکل دارم. رفتی به شب یعنی نداشت نه؟ ببین نه چرا داشت؟ چرا؟ آقا سپیددم برای هورا گوش بده. سپیددم برای هورا مقدس و نماد آغازی جدید به شمار میره. درست گفت. یعنی براش مقدس شبا. نه یعنی یه جورایی به سپیددم معروفه. آره دیگه، یعنی تایم شب رو دوست داره. چرا قیافتش سپیددم رو مشخص نکرد گفت شب. خب باشه از 7 شب تا 4. نه آقا این قضاوتش میمونه با بچه‌ها. آره. بچه‌های گل تو خونه. ارسلان مظلوم علی پوفیوز یک امتیاز گرفتم بچه‌ها من. خب بعد اگه دقیق و کامل حدس بزنیم چی 2 میگیم؟ امتیاز میگیره. ببین مهم اینه که اون منظور اون چیزو بگی، اون داستانو بگی. دقیق بود و واقعا همه چیش مربوط بود، ما 2 امتیاز میدیم. اشکال نداره. ولی من یکو میگرفتم. خب ارسلان حالی ننه رو بگه. خب نه بعد اتاق فرار میافتم با عکسش. من برداشتم اینه. ببین من از این بنده خدا نه وایب بد میگیرم نه وایب خوب، یعنی احساس نمیکنم موجود خیلی بدی بوده باشه حالی ننه. توش کل عکس وایبش بده. ولی حالا من احساس میکنم این یه داستانی بوده واسه بچه‌ها میگفتن، مثلا میگفتن که اگه مثلا فلان کارو کنی حالی ننه مثلا میاد حالتو میگیره، میدونی یه همچین حسی از این ننه دارم. و چون لنگاشو اون پایین نگاه کنی اسکلت این حالی ننه فکر کنم
مرده آره دیگه فکر کنم 100-150 سالی داره. حالی نه از اون برون. بعد من احساس میکنم که مثلا میگم دیگه مثلا توی دهاتگونه یه مثلا روستای چیزی میترسوندم میگفتم مثلا این حالی ننه میاد، یک حالی ننه اومده مثلا یه کاری میکرد دیگه، یه کرمی میریخته، حالا یا بچه‌ها رو میخورده یا میدزدیده یا آره دیگه. اصلا اسمش یعنی چی حالی؟ من میگم ننه حال تو میگیره دیگه. آها رفت به اون حال داره؟ نمیدونم. حالا باز میگم حالا از یه طرف دیگه من احساس میکنم این اونقدرم آدم بدی نبوده، یعنی شاید یه سودی هم داشته. آقا نمیشه یا بد یا خوب. بگو صفر امتیاز. جفتش با هم نمیشه. یا بده یا خوبه، یکیشو باید بگی. بده بده دیگه دعار که بده آقا واقعا یهاش بعد این چیش به خوب میخوره اصلا. اصلا من اینو ببینم بعد من به عنوان یه بچه اینو واسم تعریف کنم میشاشم به خودم این چیه خب دستش اصلا معلومه بده. اگه تموم شد بگم. ولی من چی دیگه از این در بیارم؟ اشتباه بود تقریبا چیزت. شوکت. خب چی بود؟ این یه باور تو مردم تبریز بوده، پیرزنی به اسم حالی ننه، خب که زنی بلند قامته و گردنبندی بلندم به گردن مینداخته. حالی ننه فقط زنان باردار رو مورد اذیت و آزار قرار میداده. بعد اینکه روزی حالی ننه از سقف به یه تنور آویزون بوده و یه زن باردار رو اذیت میکرده. زنه به گردن اون چنگ میزنه و سنگ گردنبند حالی ننه جدا میکنه. حالی ننه داخل گودال همون تنوره میفته. از اون به بعد دیگه کسی اونو ندیده. خب تو گفتی بچه‌ها رو اذیت کرد. بالاخره اذیت که می‌کرد، اینم نگفت ایزد منان فلان. خب باز اون یه ذره گفت تو شب بوده دیگه. نه من گفتم من ایزد این گفت تو شب بوده، اینم تو شب بود. منم گفتم این یه آدمی بوده که اذیت می‌کرد. خب گفتی بچه‌ها رو اذیت می‌کرد. اونم قراره بچه بیاره دیگه، یعنی در اصلش بچه‌ها رو اذیت می‌کرد. الکی خواست شما رو داور رو قانع کنه. این نامردیه، این داره به نفع میگیره. نه واقعا از کل داستانه یه ایزد و یه خورشید و یه شب و درست. خب باشه چون همون بود داستانش. این خدا بود اصلا. این گفت پادشاه بوده، این خدا بود. پادشاه نبود، قدیس. من گفتم اذیت میکنه، اینم اذیت میکنه. حالا چه بچه اینم داخل زن حامله بچه‌ست دیگه. قراره آره منفی گرفت. منطق منو گوش کن، تو داخل بدن انسان حامله بچه‌ست دیگه. از چی میخواد به چی برسه؟ آره. بچه نیست آقا، نیست. برو سراغ بعدی. هست دیگه. برو سراغ بعدی. آقا الان تخدیرش میکنم، نگران نباش. تخدیرش. هر کیو بگی من جانم به همه‌شو بپرسم. الان اینو بگم میگی. آره. مطمئنی. فرفی رو باهتو بگو. همونو فقط نمیتونستم. آخه خدای چیز اسمشون هم سخته. فرفیر و باهت. باهت. آره. باهت. دیگه اسمشون هم سخته. ببین این چیزی که من از این حس میکنم، این یه نوع پرنده‌ایه که مثلا به رنگش مثلا شاید مربوط باشه. یه پرنده چون ببین رنگشون با هم فرق میکنن. فرفیر سفیده اون یکی مشکیه. یعنی حس میکنم یه نشونه‌ای بوده، فرفیر رو مثلا میدیدی به رنگ سفید مثلا نشونه خوشبختی، باهت رو میدیدی نشونه بدبختی. تصورش کردی؟ چون فرفیر یه پرنده خوشگل و باحاله، باهت یه آدم زشته واقعا. چیه بابا بدبخت فقط این مرکه نجات پرست داره، یارو سیاهه رو آقا زشته رو داره انتخاب می‌کنه، سیاهه رو داره زشت چیه؟ ببین من این نشونه تضاد میگیرم. فرفیر نشونه خوبی، خوشیومنی، نشونه خوششانسی، باهت نشونه بدبختی. تو نجات پرستی بیش نیستی. باهت مثلا باهت معلومه چیه؟ بدبخت. این از نوادگان ترامپ فکر کنم، با سیاه مشکل داره. من این برداشت میکنم آقا واقعا. چیز دیگه ای به چشمم نمیخوره از این تصمیم. اگه تموم شد بگم. تموم شد. چیز دیگه نمیتونم بگم. ببین نمیتونم بگم کامل گفتی، چون تا حدودی فقط راجع به رنگاش درست گفتی. راجع به خصوصیتاشون درست نگفتی. خب چیه؟ خب در عجایب‌نامه ها اومده که فرفیر مرغی سفید رنگه که از اون سوی دریای چین میاد. گفته میشه این پرنده روی سنگی سیاه به نام باهت میشینه. بعد از ویژگی‌های این سنگ اینه که اگه کسی به اون نگاه کنه بر اثر خنده زیاد میمیره. بدبختی. ادامه داره. اما اگر فرفیر
روی اون بشینه این خاصیت سنگ از بین میره و آدم میتونه به اون نگاه کنه. باور بر اینه که اگه شخصی این مرغو بکشه جون خودش از شدت گریه زیاد از دست میده. خب فقط رنگشو درست گفتی. رنگش هم نابینا نیست. خب داره میبینه. لحظه وایسا، با حد نشونه بدبختی میشه دیگه، هر کی بهش نگاه کنه. اینم زن حامله رو اذیت میکرد، توش بچه بود ولی به من امتیاز ندید. اصلا ربط نداره. بگی بذار سر جاش. آقا درست گفتم. درست نگفتی. حقمو دارن میخورن اینجا. درست نگفتی. آقا با حد نشونه بدبختیه دیگه، هر کی نگاهش میکنه میمیره. نه ول کن بابا، من داستان ذهنیم باور کن از این درست‌تره. همه اینو میدونن دیگه واقعا. داداش تو داری به این سیاه بدبخت میگی زشت نکبتبار، من که نجات پرست. اگه قشنگ بودم قشنگ. گندوناشو نگاه شبیه سی جیه. ارسلان تو آرودا رو بگو. ای تونستی آرودا رو بگو. شبیه ببین من احساس دو تا چیز از این آرودا من احساس کنم یا یه چیز ایرانی بوده یا هندی. خب اصلا به کاری به ملیت و چیزش نداشته. این بنده خدا دوباره ما داریم اینجا شب میبینیم مثلا خوش شب. خب من احساس میکنم این حالا یا یه سربازی یه چیز جنگی بوده چون دستش سپره، خب که مثلا یه قدرتی داشته که یه کار خیلی مهم میکرده، حالا تو اون سپاه تو اون ارتش یه همچین چیزی بوده، یه چی میگن سرلشکری یه چیزی بوده که حالا تو جنگ بوده اینا، چون یه دونه سپر هم با طرح انگور دست سلطان هست. درست. آرودا. بعد مثلا اسم این آدمایی که مثلا قدیم چیز میکردن مثلا چه جنگای بزرگ میرفتن و اینا، مثلا یه همچین سیسایی بوده. میشه منم بگم تصور بالا داره. باشه ولی واسه تو رو قبول نمی‌کنم. چرا؟ چون نوبت ارسلان بود. آرودا ستاره شناس بود. ببین ستاره از همین الان میگم اشتباه ادامهش نده. آره چی؟ و من احساس میکنم که حالا این بنده خدا یا افسانه‌ای بوده یا واقعا یه کاراکتری بوده که مردم میگفتن یه فلانی هست میاد نجات میده، یا حالا رابین هودی بوده برای خودش سلطان دیگه. میدونی ارسلان چجوری توضیح میده؟ قشنگ خیلی باز توضیح میده که تو نتونی هم بگی غلطه، کم بگی غلطه، هم بگی درسته. بالاخره نوع توضیح دادن من اینه. غلطه. رو غلطه. بذار توضیح بدم اول چیه؟ الان بذار ببینم من همین تمام نکردم. آقا 6 خط توضیح داد. میگم این یه نقش سوپرمنی داشته بنده خدا، یه حالا کار خیری میکرده، حالا یا تو سپاه یا برای مردم تو جنگ. حالا مردم میگفتن که آقا مثلا فلانی یه دیدی داشتن که مثلا آرودا مثلا میاد ما رو نجات میده و تو این جنگ میبره یا میاد مثل سوپرمن. آره تو چیزی بتمن بروس وینی بوده برای خودش آرودا دیگه، بروس وین زمانه. تموم شد. خیلی کم بهش اشاره کرد. ببین دقت نیم نمره. دقت تو عکس خیلی باحال بوده، چون تقریبا چیزایی که تو اون عکس هست اینجا گفته شده. خب ولی چیزی که تو گفتی با این فرق داشت، یعنی یه افسانه طور دیگه بوده. حالا چی بوده؟ در باور مردم کرمانشاه ایزدی به نام آرودا وجود داره. او ایزد محافظ است و با نماد سپری با طرح انگورهای در هم تنیده. صبر کن. سپر انگوری که منم میتونم بگم. دارم میگم دیگه، میگم جزئیاتشو خیلی خوب گفتی. مردی که تو اینم گفتی خورشید و خدا و شب دیگه، تو عکس گفتی همه دیگه ربط داشت دیگه به هم. خب اینم ربط داشت دیگه. سپر من گفتم یارو می اومده نجات میداده، چیز بوده دیگه، کمک می‌کرد، نگه می‌داشته. الان میفهمی بقیه‌شو بگم. یارو یه کار دیگه کرد. انگور میچیده، شراب مینداخته بود. خب که اطرافشو ستاره احاطه کردن. ستاره شناسی. وایسا. مسئول محافظت از یک پارچگی جهان و ثبات قلمروهای فیزیکی و معنویه. اینه. خب تو داری میگی نجات میده آدم. حالا محافظت اگه یه اتفاقی میافتاد نجات میداد دیگه. خب باشه این اصلا کارش واسه جهانه. تو گفتی مناطق فیزیکی هم هست آخرش. مسئول محافظت از یک پارچگی جهان و ثبات قلمروهای فیزیکی و معنوی. حالا فیزیکی و معنوی، فیزیکی میشه دعات ما دیگه. اشاره کرده ایزد بوده یارو. درست میگم؟ تو گفت ایزد؟ من گفتم یه چیزی مثل سرلشکرینا بود. بعد اون میگه تو عکس، خب اینم تو عکس گفت خورشید و خدا و شب دیگه. هیچیش به خود چیش ربط نداشت. ببین ادامه داره. اگه بتونی ادامهشو بگی حداقل میتونی امتیازاتو بگیری. نیم نمره بگیری. نه دیگه اگه بتونه مثلا یه سری راجع به اون ایزد بگی، یه سری چیزا رو اگه بتونی حدس بزنی نمراتو میگیری. ایزد چه میدونم بخشنده، نمیدونم مهربونی بوده که مردم فکر می‌کردن میاد مثلا جهان رو نجات میده و نمیدونم یک پارچگی جهانی که خودت گفتی و نگه می‌داره و
توی حالا نمیدونم حالا شب میومده چی میومده که دورش ستاره است و فلان و ایناست و همینو فهمیدم. خب بذار بگم بعد ستایی با هم تصمیم میگیریم که نمره رو بدیم یا نه. من این نمره بهش میدم. خب سبک اصلا بخونم. خوندن سرودهای نگهبانی و ساخت طلسم‌های محافظ از برجسته‌ترین آیین‌هاییه که برای ستایش آرودا اجرا می‌شود. قدرت آرودا در زمان گرگومیش، زمان انتقال جابجایی و زمانی که نیاز به محافظت بیشتر احساس می‌شود افزایش پیدا می‌کند. من به شبم اشاره کردم که شب میاد. به شب اشاره کردی؟ آقا نمیدونم. آرادا داریم که محافظ من محافظتی گفتم یارو یه نقش سوپرمنه. گفتی کمک میکنه به من. گفتم یارو با سپری با طرح انگور میاد. این دو شب گفتم ستاره و فلان و دورش. بعدش هم که یه چیز دیگه هم گفتم اساطیر ایرانی هم گفتم اولش دیگه گفتم یه سپر با طرح انگور که منم میتونم به ما مرتی که تو با 4 تا چشم اینجا اینو نگاه کردی گفتی خورشید خدا شب یه نمره گرفتی. من نیم نمره میدم. اصلا نیم نمره ای نیست. یعنی چی؟ یا یه نمره کامل میگیری یا نمیگیری. فرفی رو باحت نشد. از کل رنگشون نیم این هورایی که علی گفت از 15 خط یه گفت شب خورشید خدا نمره گرفت. من سپرشو گفتم، اسطوره ایرانیشو گفتم، محافظتشو گفتم، شبشو گفتم. یا دیگه میمونم سایز یارو رو میگفتم دیگه تو ویدیو. من راضی نیستم. تو غلط کردی. میخوای برم سایز آرودا رو در بیارم. آقای داور قاطع باش. رأی تو قاطع اعلام. بعد دیگه ما قرار نیست دیگه همه چی اینو کامل از رو عکس در بیاریم که. این هم هیچ چیشو به جز چیزایی که داره میبینه نگفت. آقا خب این همین عکس بود. باز اون گفتش یه خدایی بود. حالا من چیکار کنم؟ توضیحات این پوفیوس 20 خط بود، توضیحات این 4 خط. گفتم ملکه آسمان ها بود. مرتی که تو اولش اصلا گفتی این نگهبانه. این خدا بود. آقا یه نمره تو هم میدیم باشه. وای متاسفم برای داور هیئت مدیره. الان نوبت خودته. بگو هر کدوم 7 برادرانو بگو. بیا خوراکن. این 7 تا برادر بودن. 7 تا برادر بودن. اینا کله پزی زدن. جدی باش. نکن این دیگ اینم که کله پزی زدن. کله میفروختن به مردم. خب نمرتو نگرفت. من گفتم اینجا بنزین خوردم. صبر کن. این زنه که آقا این زنه سیبیل داره مرتی که زنه نه ببخش این زنه به جون خودم کدوم هفت برادر این برادرشون یکم مشکل داشته از اون موقع هم بوده دیگه اصلا این 6 تا برادر شد 1 2 3 4 5 اینا که 6 تا خب دیگه داستان 7 تا بودنشو بعد بگی این برادر یوسف تو چاه فکر کنم یه نمره رو از همین الان بهم بده چون فهمیدم 6 تا برادرن اینجا اون یه دونه پوپیس بوده است صبر کن ببینم آقا وایسا اصلا قطعا همین چیزی که من میگم اینا اخترشناس تو کامنت ها علی ظالم اخترشناس ببین ستاره ها معلومه اینجا کهکشان راه شیری دو به اسقر و آها فهمیدم این ستاره رو به همین چسبوندن راه پیدا می‌کردن مسیریاب بودن اینجا نشان بودن خیلی باهوشیه جدی درست گفتم بعد دنبال راهشون گم شده بوده دنبال اون میگشتن از طریق ستاره ها دنبال هفتمی میگشتن میشه جدی باشی؟ جدی هم این چیزی که من تصمیم میگیرم آقا 6 تا برادرم اشتباه خب صبر کن 70 برادرم 7 تا برادر بودن تو مگه نمیگی 6 تا خب دیگه یکیشون گم شد دیگه خب دیگه بگردید پیداش کنید یکیشون گم شد هر کی هفتمی پیدا کرد تو کامنت ها بگه آقا فهمیدم این وسط نگاه کن 1 2 3 4 5 6 تا برادر با هم خوب بودن یه برادر اینجاست کجاست؟ اون یه برادر دور بوده از اینا کو؟ اینا با اون یک برادر دعواشون میشه دیگه داستانا نمیشه کله پزیه 6 برادر به جز مثلا 7 به جز اسقر مثلا کله پزیه برادران به جز اسقر این دقیقاً این واقعا همینه ها میگن به جز فلان این داره اینو نگاه کن 6 تا برادر اینجا با همن اینجا هم با همن یه دونه اون گوشه اونوره کل این داستان به این ربط داره اگه غیر از اینه بگو غیر اینه چیه؟ بگم هیچ چی دیگه نمیتونه باشه نمرتو که از الان بگم نگرفتی در باور مردمان فارس خوشه‌ای از ستاره‌ها به نام 7 برادران وجود دارد که امروزه بیشتر صبر کن بیشتر با نام ستاره رو گفتم بیشتر با نام خوشه پروین شناخته میشوند از 6 ستاره تشکیل شده حالا روایتش چیه؟ اینه که 7 برادر در اصل 7 نفر بودن اما ملکه مرگ یکی از اونا رو میکشه 6 برادر دیگر مرگ 6 برادر دیگر برای
چرا آقا نمیگی؟ ملکه مرد آخه بودم خود ملکه مرد چجوری شد؟ صبر کن. 6 برادر دیگر برای دفن او وی رو در تابوتی قرار میدهن و 4 نفرشون زیر تابوت میگیرن که ببرن، 2 نفر دیگه به دنبال اونا میرن. از اونجا که مسیر دفن به سمت غربه، 2 نفری که دنبال اونا بودن همیشه رو به شرق بودن. این داستان به مردم کمک میکنه که توی شب برای جهیابی از این ستاره ها استفاده کنن. اگه به صورت فلکی 7 برادران یا پروین توجه کنین متوجه خواهید شد که میذاری بگم یا نه؟ یا پاشم بزنم؟ واقعا باید مدیره بد اخلاقی داریم. چی داشتم میگفتم؟ اگه به صورت فلکی همون 7 برادران یا پروین توجه کنید متوجه میشید که دنبالچه دو ستاره‌ای بیازم تمرکزمو میگیری علی. خلاصه که این ربط داره به اون خوشه پروین و اینا. خوشه پروین چیه اصلا؟ پروین کیه؟ بابا همون ستاره. بسه. پروین کیه؟ نمرتو نگرفتی. اصلا نباشه. واقعا تصویر گنگی بود، خیلی بد. اصلا هم گنگ نبود چون قشنگ فلکه. همه رو میگم. بعد تو به این سیبیلا نگاه کردی به جز این ستاره این وسط. آقا این یه دونه سیبیل نداره، شبیه دخترام هست. اینم نداره. اون شبیه دخترا نیست، شبیه دختراش. بریم. میگفتی بفهم. الان تو که من چیز گرفتی. نگرفتی نمره تو یه جورایی. تو هم میتونی داستان کره دریایی رو بهمون بگی. اگه تونست بگه. باز میتونم مثلا بگم که این مثلا بنده خدا یه افسانه مثلا. خب معلومه که افسانه است. میگم ژاپنی یا من دارم کنار ایران ژاپن هم میارم چون اینا قرار افسانه‌های ایران باشه ولی تو یکی باخت از ژاپن اومد تو این فرفیر باخت. اینم سیسش به افسانه‌های ژاپنی میخوره حالا من که انیمه اینو نگاه میکنم. چین و ژاپن رو میتونی بگی. حالا که نمرت هم نگیری. در از این بنده خدا من احساس میکنم یه حالت پریگونه‌ای توی دریا داشته که حالا یه چیزی می آورد، یه برکتی به آب می آورده حالا یا به یکی یه کمکی می‌کرده که از آب هم حالا خارج می‌شده. حالا که داریم می‌بینیم بال هم داره، یعنی توی آب زندگی می‌کرده ولی مثلا به اونایی که توی آب حالا نمیدونم ماهیگیری می‌کردن رفت آمد می‌کردن فلان می‌کردن فکر می‌کنم یه خیری میرسونید چون نزدیک شهر که دریا نیست، یعنی تو شهر این کره‌خر دریایی هم هست این دوستمون شاخ هم داره. آقا به همه افسانه‌ها دید مثبتی داره، دقت کردین؟ آقا تو واقعا دلت میاد به این منفی داشته باشی؟ حتی به این میگفت من دید مثبتی دارم به این. حالا پیرزن اجنه هاست. پیرزن دیگه حالا تو پیر میشی حالا میاد تو رو مسخره می‌کنی. آره دیگه من یه همچین چیزی دیدی نسبت به این بچه. همین. دیگه بسته دیگه توضیح زیاد شد. خواستم یکم یه توضیح بده شاید نزدیک شد یه ذره. آقا هیئت مدیره واقعا داره یک طرفه رنگ میده. نمیدونم خیر و برکت رو نمیدونم چیه دریایی مثلا آدمایی که تو آب بودن و اینا فکر می‌کنم کمک می‌کرده چه می‌دونم کمک می‌کرده کلا. کره‌خر دریایی بالاخره کره‌خر کمک می‌کنه دیگه، حیوان اهلیه، بال داره، شاخ، بعد مثلا نصف شبیه اسب آبیه، نصف شبیه ققنوسه، نصفش پدستک شبیه این که کله شاختش چی بود؟ اسب تکشاخ. اسب تکشاخه. ببین اگه دقت کنی بالاش شبیه سیمرغه. آها چرا کمکش می‌کنی؟ چرا هیئت مدیره موقع 7 برادران چیزی نمیگفت؟ حالا من گفتم ققنوس هم همون سیمرغه دیگه. ققنوس کجاش سیمرغه؟ جفتشون بالشون نارنجیه. ادیتور عکس ققنوس رو بذار عکس سیمرغ هم بذاره. ادیتور که خودمم. بذار. آقا اصلا میدونی چیه؟ اصلا این کره دریایی یه موجودی بوده که به قهرمان داستانا کمک میکرده. اینو گفتی؟ آره؟ اینو گفتی؟ البته 2 تا روایت داره. یکیش هم اینه که حالا بذار کاملشو بگم. این افسانه با 2 روایت در کتاب قصه های مشتی گلدین خانم اومده. گلین خانم. گلین آره گلین. گلدین که میشه اومدن. گلدین آقا خوش گلدین نیست. هم قافیه با مشتی بود. توی این افسانه کره دریایی موجودی افسانه‌ایه که با مشخصه های کمک کننده جادویی در طول داستان ظاهر میشه و به قهرمان داستان و به پیشروی روند کلی افسانه کمک میکنه. فهمیدی؟ یعنی به قهرمان داستان کمک میکرده. این موجود افسانه‌ای به جای غذای حیوانی خوراکش روزی 1 من شیرینیه. شیرینی خواره این بچه. مشخصاتی یه من شیرینی. مشخصاتی ظاهری شبیه اسب بالداره
میتونه حرف بزنه، پرواز کنه و مانند سیمرغ با آتیش زدن یالش در هر مکانی ظاهر شه. گفتم پرواز میکنه، بال از آبم بیرون میاد. اسب تکشاف و بال زدن فلان اینا رو زهر مارتان بشه 7 تا برادر میگفتی 6 تا. خب اصلا ربطی نداشت. از رو عکس داشتیم که در طول داستان‌ها برای قهرمان یک شب خونه مجلل و خوراک‌های گوناگون فراهم میکنه و هنگام سختی به قهرمان راهنمایی‌هایی میده تا بتونه رقیبانش رو شکست بده. در واقع این یک کمکیه برای قهرمان داستانا. بعد این موجود توی باورهای محلی هم با نام اسب ابروباد یا اسب دریایی وجود داره. این یه روایت دیگه شه. این داستان درباره پسریه که به دلیل مشکلاتی با مادرش سوار بر اسب جادویی ابروباد میشه و این اسب جادویی اونو به سرزمینای همسایه میبره و تو اونجا به او کمک میکنه تا پادشاه اون سرزمین بشه. یه جورایی اصلا چیزی که گفته اصلا ربطی به این نداشت. نوبت توه. دیگه من شیرینی میخورده کمک میکرد. ولی بنده خدا دیابت نداشته؟ نمیدونم، نپرسیدم. میشه بزلنگی رو بگی؟ تمام خودشه آقا. خودشه. من یه 100 اصلا حفظم. ببین خوراک من بزلنگیه. این به اسم شیطان میمونه آقا. نگاه کن نمادی از شیطان اینه. اینو که شیطان ریده و بس. نماد بدی، نماد شومی. این به نظر من یه جنی بوده آقا که توی زمانهای قدیم اصلا اون موقع چیزی به اسم جن وجود نداشته که. چرا وجود نداشته آقا؟ جن همیشه بوده. نه خب به یه اسم دیگه میشناختنش. جن آقا اصلا یه لحظه وایسا. بز یکی از نمادهای شیطانیه. آره درسته. خب اینو میگم ولی اسم به اسم جنی این چیزی نبوده. یعنی ببین چجوری مثلا به آدمای خوب تو افسانه بهشون چی میگن؟ اسطوره. نه یه چیز دیگه میگن. یه ذره جاویدان. یه کلمه بهتر. خودت فکر کن. نمیدونم آقا این یک حالت همون حالا جن و شیطان بوده که به نظر من یعنی در کل میگی نقشش چیز بوده؟ شیطان بوده دیگه. خب بعد نماد بدی بوده توی روستای به نظر من توی روستای خیلی قدیمیه. یعنی یه روستایی بوده. این بزلنگی رو به واسطه اون روستا میشناختن. اون آقا این فلان تو فلان روستا توی شهر قدیمی بوده. و خب بزم دیگه میدونید دیگه دستی و دست بزی و اینا همه شیطانیه. همین واقعا این تصویر میگه همین. حالا من برعکس علی یه چیزی بگم. این قیافش برای منفی بودن زیادی گوگولیه. نگاه کن. حالا یه چیز بگم اصلا دستاش سم نیست. دستاش دسته، پاهاش هم پاهه. و من احساس میکنم این کاراکتر منفی نیست. باز دارم میگم یه انسانیه که کلش بز شده در واقع مثلا میگم شیطان دیگه. تو نماد شیطان. و اما خدا کیست؟ آره خیر دوستی برکت رفاقت. بدنش انسانه. بدنش هم انسان نیست. پاش 3 تا سیکس پک داره لامصب. منم دارم. چرا ربطی اون 4 پکه؟ باشه داره. دستش هم دست انسانه، پاهاش انسان نیست، کلش هم که بوزه. یه انسان در قالب شیطان. من احساس میکنم اگه تموم شد بگم شیطان زمانه شب می اومده و نه تو رو خدا جن تو روز بیاد. تو شب معلومه می اومده دیگه. حالا بذارید بگم. درست گفتم؟ آره. ولی خدای راحت بود. چیکار کنم؟ من باهوش بودم. اوه در فاز کلان جی میخوری باریکلا. آره میدونم. در باور مردم سیستان بزلنگی یکی از موجودات شبه دیوه که در افسانه‌های محلی این منطقه نقشی منفی ایفا می‌کند. این هیولا شبیه به دیوان توصیف شده و دارای بالاتنه‌ای همانند یک بز کوهیه در حالی که بر روی 2 پای انسانی راه میره. بزلنگی نمادی از نیروهای اهریمنی به شمار میاد و در تمامی روایات سرانجام با شکست مواجه میشه. در داستان‌های محلی این موجود علاقه شدید به دختران مجرد داره و همواره در نقش یک تهدید شیطانی ظاهر میشه. انداختمشون. بنده بره این خانم باز نماد خانم بازی بود. خب ولی امتیازاتو گرفتی چون درست گفتی تقریبا. این بیشتر از اینکه نماد شیطان باشه نماد خانم بازی بود. من همیشه با تو بودم. شیطان انداختم اون بر. مردی که تو اینو گفتی خدا. نه همون خدا که خودم گوه خوردی. اینم که آخریشه دیگه. ببین چی میتونه بگه. خیر برکر. خیر دوستی صفا خیر می آورده برکت می آورده. دوباره داره این خوب. ببین من میگم یه پیرزنی بوده که
از خورشید و آسمان ها اینا می اومده و کلا نماد توی یه حالا روستا یا یه شهرستانی بوده که میگفتن مثلا این میاد خیر و برکت و مثلا این چیزا رو به خونه آدم میاره. حالا باز میگم شاید باید یه کاری میکردی که مثلا این خیر و برکت برات بیاد. تموم شد؟ اینم تقریبا درست بود. نمرهشو میگیره. چون خیلی آسون بود. چون برای تو بوزو دیدی، من بوز خانوم باز دیدی تو. برای تو هم آسون بود خدایی. نه. آقا اصلا بوز کجا خان خیر برکت کجا؟ هرس چیو داریم خود تو 2 امتیازی ارسلان 1 امتیاز. منم الان میشم 2 امتیاز. نه دیگه یکی رو توضیح نده. دیگه چیزو قبول کردیم دیگه. آرودا رو قبول کردیم دیگه. چی تو؟ پس فکر کنم جفتتون مجازات میشین. نانی؟ آخه اشتباه میگفتی دیگه. بگو چیزا اینم بگو حداقل بچه‌ها بدونن. خب در باور مردم لرستان موجودی فرشته صفت و نیک به نام خیربرکر وجود دارد. این فرشته شب هنگام به شکل پرنده یا پیرزنی سراغ گله ها اجازه بده. پیرزنی سراغ گله ها خونه ها میاد و رزق و روزی رو بین مردم تقسیم میکنه. خیلی آسون بود. گاهی مردم در دیگه غذا رو باز میذارن تا خیر برکت که خیر و برکت بیاد گفتن. آره دیگه درسته. اصلا یه چیز دیگه گفت. خفه شو برو بیرون. گفت مردم باید یه کاری باید نیستا مردم این کارو میکردن که بیاد. بعد من چیزش هم گفتم. در دیگو باز میذاشتن این غذا می آورده. نه خیر. در دیگه غذا رو باز میذاشتن تا خیر برکت از اون بخوره و رزق و روزی اونا بیشتر شه. بعد من یه چیز دیگه هم گفتم که مربوط بود. گفتم که این مثلا به چشم مردم یه دهاتی یه همچین چیزی بوده، مثلا میتونستی بگی اصلا یه کسی توی بیابون وایسا خیر برکت به معنی کسیه که خیر و رزق و بین مردم تقسیم میکنه و شخصیت افسانه‌ای در میان باورهای قوم لکه. بانو خیر برکت در شب چله یا همون یلدا زمانی که مردم در خوابن به منازل سرکشی کرده و رزق و روزی سالانه رو به اونا اعطا میکنه. از این رو مردمان لک در شب چله گوشه چادر یا درب منزل رو کمی باز میذاشتن و چراغی روشن کرد و به امید خیر برکت به خواب میرفتن. بابا نوئل بوده دیگه. ولی چه باور باحالی یعنی همچین حاجی من بعد شب یلدا دندونمو میذارم زیر بالش میخوام. همچین کسی اگه همچین باوری داشته واقعا میتونم بگم که وصل بوده. تو به کجا وصلی؟ آقا نه بوز خانوم بازو تشخیص در دیگو من وا بذارم بیاد کی ازش بخوره. در دیزی بازه هیه گربه کجاست؟ اصلا این ویدیو در ارسلان نمیخواد. چون این ویدیو بود معنوی داشته، بود مرد حسابی من همه رو به چشم خیر و نیکی میدیدم. تو به همه میگفتی شیطان صفت. خالی ننه رو میگفت این خوبه. چجوری میدونی به این بابا خب یه پیرزن گناه داره، حالا یه ذره چروکیده شده ترسناک شده. پیرزن قیافش اون نگاه کن. خب گناه داره تو پیرشی هم این شکلی میشی دیگه. من همین الان شما همین شکلی ام. خدای چیزای باحالی. خدایی اگه منو حالی ننه شبیه همیم یه لایک بکنید. من از اینجا لایک میکنم. اگه میخواید پارت 2 این ویدیو رو براتون بسازیم حتما تو کامنت ها بنویسید. حالا مجازات هم نمیشیم دیگه چون جفتمون افسانه‌ای. نه عزیزم من جفتتون مجازات. جفتمون بردیم. چه ربطی داره؟ یک کاراکتر خوب، یک کاراکتر بد. انتخابتون کدومه؟ میتونم میگه یه دونه دیگه در بیارم جفتتون بگید. نه دیگه آقا ما بردیم. پارت 2 شو میسازیم حالا. اگه میخواید مجازات ما رو ببینید بنویسید پارت 2 رو میگیریم مجازات میشه. تمام شده. پارت 2 یه جوری. ولی صبر کن حالا مجازاتایی که دوست دارید رو بنویسید تو یه ویدیو دیگه ازش استفاده می‌کنیم. پارت 2 رو یه جوری سختش کنه. جفتتون مجازات شید. بریم دیگه آقا، بریم دیگه دیره. بدو دیره. خداحافظ. وایسا بابا چی خداحافظ؟ بچهای عزیز تو رو خدا ما نوپاییم. لایک، ساب، زنگوله، سابسکرایب رو بزنید. دمتون گرم، بذارید بیاید بالا. ویدیوها رو ببینید. بعد دوستان من ایمان دارم مثل منم کومان دارم. خیر برکت. من مثل این خانم ایمان دارم. شما خیر و برکت رو خیر برکت اومده تو این ویدیو یه رزق و روزی آورده و این ویدیوی ما 100 کیلو میخوره.